امروز میخوایم داستان 20 دانش آموز رو براتون تعریف کنیم که معلم فلسفهشون با یه تکنیک ذهنی خاص میبرتشون به مکانهای مختلف تا بعد از نابودی دنیا بتونن نسل بشر رو ادامه بدن. در ابتدای داستان یه دختر پسر به نام پترا و جیمز رو میبینی که شبا کنار همدیگه بودن و صبح که میشه پترا میره که خودش رو به کلاس درسشون برسونه، اما جیمز تصمیم میگیره یکم لش کنه تا اینکه خوابش میبره و همین باعث میشه که خیلی دیر به کلاسش برسه. دم در کلاس معلمشون زیمیت با بدبختی جیمز رو به کلاس راه میده و اینجا ما میفهمیم که جیمز و دوست دخترش پترا با هم همکلاسی هستن و این آخرین کلاس درس فلسفه است که داره تو کشور اندونزی برگزار میشه. یکم بعد زیمیت از بچه‌ها میخواد که راجع به تمرینای فکری مورد علاقه‌شون صحبت کنن و به خاطر همین یکی از پسرا به نام چیپس از قضیه میمون بی‌نهایت میگه که اگه به یه میمون 1 میلیون ماشین تحریر و زمان بی‌نهایت بدی بالاخره موفق میشه که کتاب هملت ویلیام شکسپیر رو تایپ کنه. بعدش پسری به نام جک فرضیه ای رو مطرح میکنه که تو شما وظیفه داری انتخاب کنی که یه قطار به جای عبور از روی 4 نفر از روی 1 نفر عبور کنه. یکم بعد یه دختر ردهد به نام جورجینا میگه من پارادوکس سعادت و جهالت رو دوست دارم، جوری که تصور کنین یه نفر خودش رو از بلندترین برج شهر آویزون کنه تا ببینه دوستاش کمکش میکنن یا نه و بعد اینکه اونا به خاطر ترس از سقوط کردن خودشون کمکش نکردن بپره پایین و واسه قهوه‌ای کردن دوستاش چتر نجاتش رو باز کنه. اینجا زیمیت میگه کسچر دیگه بسه، چون من الان میخوام بهتون یه تمرین فکری خفن بدم که باعث میشه موهای زایدتون کز بخوره. اون میگه همتون تصور کنین که قراره یه آخرالزمان اتمی رخ بده، اما برای ما یه پناهگاه امن وجود داره که میتونیم تا 1 سال توش در امان بمونیم تا بتونیم بعدش نسل بشر رو ادامه بدیم. اینجا زیمیت با قدرت تخیل خودش و دانش آموزاش اونا رو میبره به منطقه‌ای خاص که قراره توش آخرالزمان اتمی رخ بده و میبینیم که اطرافش با انفجارهای مهیبی احاطه شده. اون بعدش بچه‌ها رو با خودش میبره توی پناهگاه و بهشون میگه اینجا برای 1 سال در امان هستیم، فقط یه مشکل بزرگ داریم و اونم اینه که شما 20 نفرین در حالی که اینجا فقط برای 10 نفر طراحی شده. پس شما باید قبل از رسیدن تشعشعات هسته‌ای تصمیم بگیرین و از بین خودتون 10 نفر رو حذف کنین. اینجا جورجیا میگه من تو این کار شرکت نمی‌کنم چون این یه جور اصلاح نژاده، ولی بعد اینکه زیمیت راجع به دردناک بودن تشعشعات بهش میگه اون فوراً میرینه و تصمیمش رو عوض میکنه. یکم بعد پترا هم ادرارش کف میکنه و تصمیم میگیره کلاس رو ترک کنه تا اینکه زیمیت بهش میگه تو شاگرد اول کلاسی و اگه کلاس رو ترک کنی من دلم نمیاد نمرهاتو کم کنم، ولی در عوض نمره سوسک پسر جیمز رو به حدی پایین میارم تا امسال مردود بشه. اینجا پترا بعد شنیدن تهدید معلمشون زیمیت تصمیم میگیره برگرده سر کلاس و بتمرکز که سر جاش. بعدش زیمیت مستقیم میره سر اصل مطلب و یه جعبه پر از کارت رو میاره که بین دانش آموزاش پخش کنه و اولین نفر از جیمز میخواد که یه دونه از داخلش برداره و بعدش شروع میکنه به سرفه کردن تا اینکه میاد و از پترا میخواد که دومیش رو برداره و بازم چند تایی سرفه میزنه و بقیه کارت ها رو هم بین بچه‌ها تقسیم میکنه. اینجا ما میفهمیم که روی هر کدوم از اون کارت ها حرفه و شغل بچه‌ها مشخص شده و از نوازنده چنگ و ساقی شراب بگیر تا شیمیدان و فضانورد داخلش هست. یکم بعد هر کدوم از بچه‌ها حرفه هاشون رو به زبون میارن تا اینکه نوبت به پسری به نام توبی میرسه که یه شاعره و زمانی که میخواد شغلش رو معرفی کنه زیمیت با یه گلوله مخش رو میریزه تو دهنش. اینجا ما میفهمیم که زیمیت یکم پیش مخفیانه اون اسلحه رو از داخل پناهگاه برداشته و با کشتن توبی به بقیه میگه ما تو آخرالزمان هیچ نیازی به یه شاعر نداریم چون تا دلتون بخواد خودمون کسچر بلدیم. خلاصه بچه‌ها شروع میکنن به انتخاب کسایی که ممکنه طبق حرفشون برای بازسازی دنیا به کار بیان و به خاطر همین یکی مثل پترا که یه مهندس سازه است یا جیمز که یه کشاورزه و 8 نفر دیگه که شغلای کارآمدی دارن رو انتخاب میکنن و اون 9 نفر دیگه که شغلای غیر ضروری دارن رو حذف میکنن. یکم بعد و قبل از رسیدن تشعشعات اونا زمان کوتاهی رو صرف وقت گذروندن با هم میکنن تا اینکه صدای چندین شلیک رو میشنون و میفهمن که زیمیت زده اون 9 نفر دیگر رو کشته چون اعتقاد داره که مردن با گلوله براشون راحت تر از مردن با تشعشعات اتمیه. خلاصه این کار زیمیت باعث نگرانی افراد گروه میشه و به خاطر همین پترا از جیمز میخواد که یه نقشه بکشن تا نذارن اون لاشی باشون بره تو پناهگاه و
و به خاطر همین جیمز از بقیه میخواد که برن اون اطراف و از هر گیاهی یه نمونه بردارن. اما در واقع این یه نقشه است تا بتونن باهاش از شر زیمیت خلاص بشن و میبینیم که میذارنش پشت در پناهگاه و در رو روش میبندن. اونا بعدش میرن داخل اون پناهگاه و همون شب پترا بعد اینکه یه دونه میده به جیمز میره دم در تا نگاهی به زیمیت بندازه و اونجا میبینه که اون بدبخت در حالی که داره زیر تشعشعات هسته‌ای به گا میره یه کاغذ تو دستشه که روش نوشته تنها کسی که رمز خروج از پناهگاه رو داره منم. پترا بعد فهمیدن این موضوع فوراً میره بقیه بچه‌ها رو میاره اونجا، اما دیگه دیر شده چون زیمیت مرده و حالا اونا مجبورن که 1 سال صبر کنن تا بفهمن ادعای زیمیت واقعی بوده یا اینکه کسچری بیش نبوده. خلاصه اونا در طول 1 سال خودشونو مشغول کارهای حوصله سربر میکنن و پترا هم هر روز میره به جسد زیمیت سر میزنه که در حالی که داره میپوسه بعضی روزها هم یه سگ میاد و پارش میکنه. بعدش بالاخره بعد از 1 سال روز موعود فرا میرسه و اونا میرن دم در پناهگاه که برن بیرون، اما خب میرینن چون میفهمن که حق با زیمیت بوده و اونا رمز در رو ندارن که برن بیرون و به خاطر همین دست به هر تلاشی میزنن تا بتونن یه راه خروج بسازن، اما موفق نمیشن. چند روز بعد اونا آخرین ذخیره غذاییشون رو هم تموم میکنن و داخل اون پناهگاه یکی پس از دیگری به دیدار سگ اصحاب کهف شتاب میکنن و میمیرن. بعدش سر کلاس زیمیت اعلام میکنه که بچه‌ها تو آزمایش اولشون شکست خوردن و اینجا ما میفهمیم که زیمیت در اصل سازنده اون پناهگاه بوده و به خاطر همین بوده که فقط اون رمز درشو میدونسته. یکم بعد بچه‌ها میخوان یه بار دیگه این آزمایشو انجام بدن و به خاطر همین این بار میرن به یه جای دیگه و اونجا بازم زیمیت میره مخفیانه از تو پناهگاه اسلحه رو برمی‌داره، ولی این بار پترا متوجهش میشه. بعدش ما میفهمیم که موقع پخش شدن کارتا راجع به جیمز یه ویژگی دیگه هم وجود داشته و اون گی بودن جیمز بوده، اما با این حال به خاطر کشاورز بودنش با رأی کمتر پذیرفته میشه. خلاصه اونا کسایی که شغل کاربردی دارن رو انتخاب میکنن تا بتونن زنده بمونن و کسایی هم که شغلایی دارن که به درد بازسازی نسل بشر نمیخورن رو حذف میکنن، تا اینکه بازم نوبت به توبی شاعر میرسه و موقع معرفی کردن شغلش دوباره زیمیت میزنه مخشو میترکونه. این بار اون میگه ما بعد از پایان دنیا شاعر به کارمون نمیاد، پس به جای توبی کسی که وارد پناهگاه میشه منم. اون بعدش کلید یه ماشین رو میده به جورجینا تا شاید باهاش افرادی که رد شدن رو بتونه به یه جای امن برسونه، اما یکم جلوتر موج یه انفجار باعث مرگشون میشه. از این طرف افراد انتخاب شده شروع میکنن به دویدن به سمت پناهگاه و بعد اینکه واردش میشن زندگی کسل کنندشون رو دوباره آغاز میکنن. چند روزی میگذره تا اینکه یه روز پترا میبینه جیمز تو تختش نیست و زمانی که میره دنبالش بگرده میبینه جیمز با اون پسر جک که توی دنیای واقعی گی بوده داره گی بازی میکنه و به خاطر همین بدجوری از این موضوع ناراحت میشه. یکم بعد همه دور هم جمع میشن تا برای نحوه باردار کردن دخترها نظریه بدن و اینجا اونا تصمیم میگیرن که جیمز و جک رو به خاطر گی بودنشون از این کار کنار بذارن. طولی نمیکشه که بعد جفت شدن چند تا از بچه‌ها پترا برای سوزوندن کون دوست پسرش جیمز تصمیم میگیره با زیمیت بخوابه تا اون باردارش کنه و این کار شقاق مزمنی رو در مخرج جیمز پدیدار میکنه. 10 هفته‌ای میگذره اما هیچ کدوم از دخترها باردار نشدن و این موضوع باعث نگرانیشون شده و به خاطر همین زیمیت پیشنهاد روش‌های تریسامی و جابجا شدن پسرها رو میده. اما این وسط یکی از دخترها به نام بانی بهش میگه من به هر کی که بخوام میدم و تو نمیتونی برام تصمیم بگیری. این حرف بانی باعث میشه که جیمز بره اسلحه رو بیاره اونجا و تمام بچه‌ها به جز بانی رو از اون اتاق بیرون کنه، اما میبینیم که جک خودش رو یه گوشه مخفی کرده و تو زمان مناسب قبل اینکه زیمیت ترتیب بانی رو بده بهش حمله میکنه. وسط این درگیری اسلحه زیمیت پرت میشه اون طرف و بعدش جک یه مداد رو فرو میکنه تو سوراخ گوش زیمیت و اونم که دیگه حسابی رد داده راه میفته و میره سمت در خروجی پناهگاه و بعد زدن رمز درش رو باز میکنه و همشون رو به چاق میده. بعدش برمیگردیم سر کلاس و اینجا جیمز حسابی به نحوه پخش کردن کارت ها توسط زیمیت مشکوک میشه، چون اگه یادتون باشه اون موقع دادن کارت ها به جیمز و پترا سرفه میزد و برمیگشت سر میزش و به خاطر همین جیمز میپره و اون جعبه رو برمیداره و میفهمه که داخلش یه جور حقه شعبده بازی قرار داره. اینجا اونا میفهمن که زیمیت عمدن شغل جیمز و پترا رو دستکاری کرده تا با گی قرار دادن جیمز اونو جلوی چشم پترا تحقیر کنه، چون خودش از پترا خوشش
خوشش اومده. تا همین لحظه پترا دستور شاتاب میده و میگه این قبول نیست، چون باید یه بار دیگه وارد این آزمایش بشیم و این بار قراره که جیمز به جای کشاورز گی فقط یه گل فروش باشه. خلاصه اونا برای آزمایش سوم قبل از آخرالزمان میرن به یه جزیره و اونجا طبق معمول زیمیت میره که از داخل پناهگاه یه اسلحه برداره و بعدش یه صدایی میشنوه اما بهش توجه نمیکنه و از اونجا میره بیرون. یکم بعد پترا میره پیشش میشینه و بغلش میکنه و بعدش از زیمیت و بقیه میخواد که بهش اعتماد کنه و بذارن آدمایی که وارد پناهگاه میشن و اون انتخاب کنه و بقیه هم باهاش موافقت میکنن. اینجا پترا تمام کسایی که قبلا رد شده بودن و به خاطر داشتن هوش و ذکاوت بالا و استعدادهای نادیده گرفتهشون انتخاب میکنه، جوری که ما بینشون اون شاعری که همیشه به گاه میرفت رو هم میبینیم. خلاصه زیمیت از انتخابهای پترا بدجوری شاکی میشه و برای اینکه جلوی اون و بچه‌ها رو بگیره که نرن تو پناهگاه دنبال اسلحه‌اش میگرده، اما پترا بهش اسلحه‌شو نشون میده و اینجا ما میفهمیم که اون یکم پیش که رفته بود پیش زیمیت موفق شده اسلحه‌شو ازش کش بره. اون بعدش به زیمیت 2 تا گلوله میده و ازش میخواد که بره یه فکری به حال خودش بکنه، چون اونا دیگه به کد خروجی در احتیاج ندارن، چون سری قبل بانی موفق شده رمز در رو ببینه و حفظش کنه. زیمیت هم بعد فهمیدن این موضوع میره و در افق محو میشه و زمانی که پترا بانی رو به عنوان آخرین نفر برای ورود به پناهگاه انتخاب میکنه، اون از رفتن امتناع میکنه و پترا هم به جاش چیپس رو میفرسته اون تو. یکم بعد جیمز که دیگه هم جنسگرا نیست از پترا میخواد که همراهشون بره اون تو، اما اون میگه من نمیام و به جاش میخوام قایق رو بردارم و بقیه رو از اینجا فراری بدم. اون بعدش میره که سویچ قایق رو از چیپس بگیره، اما اون پترا رو پرت میکنه داخل و در رو میبنده تا با این کار اون بیبی لاپا ابری زنده بمونه و خودش هم بقیه بازماندگان رو با قایق از اونجا دور میکنه. اینجا ما میفهمیم که تو مدت 1 سال که پترا و بقیه تو اون پناهگاه هستن، برعکس 2 دفعه قبلی کاملا سرگرم هستن و این به خاطر انتخاب آدمهای متفاوت بوده. 1 سال که میگذره اونا با زدن رمز در پناهگاه از اون تو میان بیرون، اما میفهمن که هنوزم هیچ بمب اتمی منفجر نشده و این به خاطر این بوده که اونا توانایی ادامه زندگی پس از آخرالزمان رو ندارن. و اینجا پترا میگه خب به موسم ما 1 سال رو شاد زندگی کردیم و الان هم از مرگ ترسی نداریم. تو همین لحظه یه موشک سقوط میکنه رو زمین و جیمز میره سمتش که دکمه‌شو بزنه و منفجرش کنه، اما یه دفعه زیمیت میاد اونجا و جلوشو میگیره و میگه من 1 ساله که این موش رفتم توی غار و مخفی شدم و بعد اینکه صدای شماها رو شنیدم اومدم بیرون و حالا شما میخواین هممونو بترکونین. یکم بعد بقیه مثل سپر جلوی جیمز قرار میگیرن و اونم انگشتشو میذاره رو دکمه بمب و به گا میرن. بعدش برمیگردیم سر کلاس و اینجا شاید براتون سوال باشه که بس بقیه بازمانده ها تو این 1 سال کجا بودن. یکم بعد چیپس میگه من توی این 1 سال خدا واسم در بهشت رو باز کرده بود، چون بعد اینکه با قایق تونستیم به یه جزیره برسیم تمام پسرای همراه ما هر کدوم به دلایلی خیلی زود مردن و فقط من موندم و 6 تا از دخترها که تو هر لحظه و هر مکان که اراده میکردم لاپای پنبه‌ایشون رو در اختیار داشتم و خلاصه واسه خودم این شاه زندگی میکردم. آخر داستان هم میبینیم که زیمیت با رمز شیرم تو این زندگی کلاس رو تعطیل میکنه و همه دانش آموزا به جز پترا از اونجا میرن و اینجا ما میفهمیم که زیمیت قبلا دوست پسر پترا بوده و همه این کارا رو کرده تا بتونه بازم پترا رو به دست بیاره، اما پترا بهش میگه من جیمز رو دوست دارم و همین حرف پترا باعث میشه که زیمیت مدتی بعد توی اتاقش خودکشی کنه.